عزیز این ماشین از خودروی زرعی آیلان ماسک نمیدونم مال کیه. ایلان ماسک میگن آیلان میگن. این جای اثر انگشت با اثر انگشت ما نمیره ماشین نسه گواره دیگه ما نمیره. و این که ماشین یه جویه مثل چی برگم موقع زرعی حالا که نه بابا چی زرعی نه برابر دران شما اینا بارا اینا چی ترسیه به این از توش ها یا گفتم خود دوره زرعی توش هم ببینن سقفش هم ببینن همه جاش ببینن. دیگه کلیپ مثلا اگه مبارد میگه ها درش باز کنم باز شد به خودم. آره چی صفایی داره هیچی نداره تمام همین فکر کنم خدا تو منو قیمت شد بسته شد اینم بسته. خلاصه که گفتم همه هرشون دوربین دارم دوربین اگه عکسی ازش بگیرم. عزیز معرفی خودروی زرعی تسلا داریم میخوایم با پراید مقایسهش کنیم. حالا دوستان شما تو کامنت ها جواب کنی را نگاه که یا خدا حرفا کنیه که خب خلاصه که داشت میتون گفتم دوربین داره فلان داره این دوربین داره دیگه مولات نگاه 4 تا چرخ مثل پرایده کمی درازتر از پرایده. و شما تو کامنت ها به ما برگن کدی یکی اینشم دوربین داره پراید بهتره یا چیز. و یک سوال دیگه دارم به نظر شما آپشن تسلا بهتره بیشتره یا پراید؟ این کلیپ هم از ما داشته باشین جوابش تو کامنت ها به ما برگن عکس براتون بفرستم و شما به ما بگید این خودرو یا خودروی پراید.